میکنی قرآنی از اونشان نگاه میکنی طرف خانه خدا نگاه میکنی یک کاسه حجت چبود میکنی همینجا ملائکه خیر امون رو مینویسه که صاحب این ملائکه شر وظیفه‌اش چیه؟ فقط گناه اقرار میکنی دشنام میدی چشم چرانی میکنی زنی نامحرم نگاه میکنی فیلم های ممتازل تماشا میکنی دنبال فحشات چه عملی انجام میدی این مینویسه میگه الله سبحانه و تعالی اینقدر یک شانسی بزرگی داده که این ملائکه را میگه که 6 ساعت بعد مینویسی تا 6 ساعت اگر این بنده ما عملی نیک انجام نداد بعد تو بنویسش اگر توبه کرد یا بعد ایو چیزش یک کاری خیر کرد میگه الله سبحانه و تعالی قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم ان الحسنات یذهبن السیئات نیکیو بدیو را میپوشونه جبران میکنه با قول معروف ما و شما تکریبات میکنه وقتی که تو یک کاری بدی انجام دادی در یادت بگی در یک کاری خوب انجام یک کاری نیک انجام ده دنبالش زود که اونجا را چیکنه این ملائکه ننویسن اگر نویسن دیگه تمام 6 ساعت بعد اگر نکردی می نویسن بعد انسان اینقدر خداوند کریم انسان را دوست می‌داره که شیطان بدبخت انسان را میگفته که خداوند میگفته من همین بنده پشتی همین بندود مرا از جنت بیرون کردی من اینقدر پیش شیطانی بودم که در یکم نفر در جنت بودم آدمی همه بزرگ بودم میگه به خاطری که همین شیطان در شیطان گفت که همین آدم در سجده کن الله سبحانه و تعالی میگه وقال ربكم للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس وابى واستكبر وكان من الكافرين زمانی که الله سبحانه و تعالی بر ملائکه گفت سجده کنین حضرت آدم در فسجدوا همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس سجده نکرد و ابى وكان من الكافرين یعنی چیکار کرد تکبر کرد و ابى واستكبر وكان من الكافرين یعنی تکبر کرد ما از آتش شدگی اصحاب چرا میره سجده کنی الله سبحانه و تعالی گفت که برای رجیم موندش ابلیس شمون دیوس مون ای جنت چیزش کرد بیرون کرد گفت که این بنده مرا ای آدم مرف آفریدم من این خلیفه روی زمین اینی جعل فی الارض خلیفه من در زمین خلیفه آفریدم تو همین که سجده نکردی تا جنت بیرون کرد با شیطان همونجا خداوند گفت که ای پروردگار من یه شانس بده گفت چی شانس تو روز قیامت من این بنده تو گفت همش بیراه میکنم قطعی خودم دوزخ میبرم که الله سبحانه و تعالی مالی وقت تو روز قیامت همی را کرد من یورو هم خیمه کنم پروردگار تا پشتی همی آدم ما رسل کردیم همی آدم نسل شد نواسه شد همی خیلی میکنم همش دوزخ میبرم الله سبحانه و تعالی گفت اگر بنده ما یک بار استغفرالله بگه توبه کردم بگه خدا ما میبخشم خلاصا بحث مناظره شیطانی لعین به خدا زیاد میره و خیلیشون میکنم آخر در الله سبحانه و تعالی چی میگه گوش که میگه بنده من همین یک بار اشکی ندامت بریزونن پشیمان شوند توبه کنند جنت میدرون شو ای دستی چی میوید آخر در با شیطانی لعین چی میشه و هیچی لاکام میشه یعنی در اون بومی پروردگار بونم در اون کریم رزاق بونم که هر وقتی که ما گناه انجام میدیم توبه کردیم استغفرالله گفتیم ان شاء الله خداوند چیکار میکنه بخشنده خدای تعالی کریمه